سلام بچه، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو از چنل امیر پیاز. امروز اومدیم که با هم یه دونه ماینکرافت هاردکور را بندازیم و با هم ببینیم میتونیم حلش کنیم تا آخر همه باسای بازی رو شکست بدیم. و اینکه چنل ما رو سابسکرایب بکنید، زنگوله بغلم فعال کنید و لایک هم بزنید که خیلی برای من انرژیه. برو بریم سراغ ویدیو. اوکی، ما از اول همه اینو هاردکور میکنیم. ریسورس پک رو میندازم. یا حسین اکشن استاف و این بود دیگه. بله درست. آقا ما اینا رو انداختیم و بریم هاردکورمون رو شروع کنیم. بسم الله. بچه ها تا بازی رام بشه من کات میزنم و که شما بتونید بهتر فیلم رو تماشا کنید. بچه ها راستی حرفی میخواستم بهتون بگم که واقعا ببخشید به خاطر این چند روزی که ویدیو نذاشتم و اون واقعا خیلی بد بود. یه لحظه بچه ها بازی اومد بالا. میخواستم اینو بهتون بگم که ببخشید به خاطر چند روز فعالیت کمی که ما داشتیم. ببخشید واقعا خیلی سرم شلوغ بود. فضای گوشیم انشالله بدون گوشی بهتر بخریم یا حالا لپتاپ که بتونم بهتر براتون بازیامو بذارم. همینطوری که میبینید ما الان فعلا تو این اطراف اینا. اوکی بریم. من واقعا رفتم گشتم و اکشن استاف 1.6 رو پیدا کردم، 1.6 و براتون میذارمش توی کانال که خیلی شیدر خفنیه. حتما دانلود کنید. اکشن استاف 1.6. بله خودی چوب بکنید. تو کامنت‌ها نظر بدین که ما چطور و چجوری با چه روشی خونه بسازیم. شکل خونه کلا چه شکلی باشه و اینطور که دارین تماشا میکنید واقعا انیمیشن های خیلی باحالی داره اکشن استاف و همینطور بازی رو قشنگتر کردم. مثلا این اساسی که دست من الان 3 بعدی تر شده، صداهای بازی همه چی. حالا یه دونه پیککس درست کنیم. ما تقریبا 20 تا سنگ میخوایم. و این هم از سنگمون که داریم کنیم و ما 20 تا سنگ میخوایم. فرنیس و پیککس و سورد و عکس. بله دیگه همین هست. 16 17 18 19 و 20. آقا حله برو بریم بالا. اوکی ما الان چیکار دارم میکنم؟ صدا چی؟ تو بودی؟ بیشو چرا اینجوری شدن؟ بالا به هر حال زامبی اسپان شد به این زودی؟ نه باید اسپان بشه. اوکی آقا یه خور غذا جور کنیم براتون. همین انیمیشن های اکشن استاف کلا همین ابرا رو هم براتون میذارم. فقط حواستون باشه اینا فقط سر ماینکرافت پک که من فقط میتونم شیدرها رو براتون بذارم و نمیتونم فایل براتون بفرستم. بچه‌ها اوکی بریم. چند تا چوب شد؟ 7 تا و الان اوکی شد فکر کنم. الان اینم بکنیم و بریم ببینیم میتونیم ویلیج پیدا کنیم یا نه. اگه شد یا نه ببینیم میشه ویلیج پیدا. این ویلیج با این ویلیج پشمو ماجه حواسم اصلا به اون نبود.
عجب شانسی دارم حاجی. what the hell پشمام. بهترین شانس جهان. به اوف سدل. نه اینو به درم اینا واسه کشاورزی به درمون اینکه بفرمایید اینا واسه خودتون. حالا اون رو چی کار میکنی؟ وی خب پیچ عادی ویلیجر سر یه بلوک. بریم خونه های بالاتر ببینیم. صدا میاد ویلیجر. شاکرم. وایس بابا ناموسم. خب اوکی. آن این بده خوشگل تر. بده نارنجی خیلی خوشگله. آیرون گلم نه شما بی‌صابی. تریدر هم که نیستن ماشاءالله. او جان مادرتون وایسی میگی چی وایسم؟ برای چی باید وایسم؟ نرینم تو زمین کشاورزی تنه رفت به همه چی آرومه. من اصلا خرابکاری دارم نمیکنم. اصلا من خرابکاری چی؟ بخشید از این بعد میتونم و بهتر براتون چیز میذارم، ویدیو میذارم. ببخشید به خاطر فعالیت کممون. اوکی آقا فعلا ما چند تا چیز بکنیم. اوکی اینا رو میذاریم توش. اینا رو اوکی همینا بسه. چی میخواستم بسازم؟ هو کجاست؟ نمیدونم خودمون میسازیم دیگه. هو رو میسازیم. هو رو بده من. یه دونه فرنیس هم بساز. هو رو بردار رفیق قشنگ من هو. دوزه کباب بده بیار. خب حسین هایی چقدر کشاورزی داریم. آیرون غلام هم که اینجایی هست. اوکی الان اینم میکشیم و اوکی همه لوتا رو بده. و استیمایی لازم 3 تا بلاک. آیرون غلام دارن چطوری؟ ما تو رسیم یا حسین خیر برو دعوا بکنی. بیا جلو یو اول. همه چی اوکی. چقدر شد؟ 3 تا بکنم سخت مونده. بفرمایین هو نه بفرمایین هو بلش چی؟ راستی
ادوانسمنت آیرون بزنم. چه تا نان دارین؟ خوبه. از این در میام از اون در میام و اما صدلمان را میآوریم اینجا رام نمیکنیم چون هنوز در غارت موندیم. داریم غارت می نماییم. او مای گاد. بده من یا حسین حمله. واه بسم الله الرحمن الرحیم. یا حسین همشو کندم دیگه. فکر نکنم اینا زنده بمونن تا 2 روز آینده. کمبود غذا اینا رو میکشه. هیچی براشون نذاشتم ناموست. اینم بده. خب ما دیگه بریم بخوابیم. اوکی بچه‌ها یه لحظه. خیلی خوب بچه‌ها ما اومدیم که بخوابیم و اوکی بچه‌ها من شو کوردینیت و شو دیسپلی رو روشنش کنم. شو کوردینیت شو دیسپلی. بچه ها ما الان روز اول رو گذروندیم و پارت دوم روز دومه. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.